یا هلا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام میگم میچوشان و سلام صمیمی و تمام تاجیکان و فارس زبانان دنیا. خوش آمدین به کانال من. نام من حسن‌الدین و این یکمین ویدیو من از دبی. هوا باشد امروز 25 گرادوس گرم. ما باشیم حاضر در یکی از مرکزهای شهر قرار داریم. این رایون نامش میگن داونتاون و قرار گرفتیم که یکمین ویدیو باید از اینجا سر کنم، برای اینکه در نزدیکی اینجا دبی فاینانشال سنتر هست، یعنی مرکزی مالیوی عالم در دبی، و در اینجا برج خلیفه از همه بلندترین بینای در دنیا، چقدر که میگن ساموی سوکزدان میره در اینجا باشد. باز از همه بزرگترین مرکز سودا ساموی باشوی ترگوت سنتر میره، باز هم در اینجا باشد. از همه بلندترین و کلانترین فانتان در دنیا ساموی وساکی ساموی باشوی فانتان میره. و باز یک چند چیزها در اینجا وجود دارد. برای من تصمیم گرفتم که یکمین ویدیوی من باید از همینجا سر شود. اینجا برج خلیفه. حاضر با شما در این ماستیک هستیم بین دبی مول و بین سوق البحر. از اینجا هم دیده میشد فانتان بسیار از اینجا میبینم، لیکن در اینجا آدم ها شبانه بسیار میشن و برای ویدیو گرفتن یا از اینجا خوب تماشا کردن فانتان جای قلای نیست. برای همین یکمین جایی که قلای و خوب دیده میشد این در این پشت من در دوم اتاژ دبی مول اینجا اپل استور هست. در اینجا در تراس یا در بالکنش برآمده دیده میشود. و اینجا تراس بالکن مغازه اپل استور است که اینجا میتونید آمده از اینجا من وقتی که فانتان میشد از اینجا بی‌ملال تماشا کنید. اینجا ویو و برج خلیفه. و بسیاری آدم خطا میکنن که در اینجا میستن یا در این ماستیک میستن. این خیلی خطاگی بزرگ است که اینجا آدم خیلی زیاد میشن. امروز که کم، روزهای بخدنای یا سیزونی توریستی که باشه اینجا خیلی آدم زیاد. برج خلیفه از همه بلندترین بینایه در دنیا از سال 2010 سر کرده تا این جانب. این بینایه را سر کرده بودن در 2002 و در 2010 کشادن به پوره تیار شد و این بینایه از 163 اتاژ بتون و در بالایش با 180 متر شپیل میگن از آن عبارت است. بلندی این زدانی گویم 828 متر را تشکیل میدهد. چقدر میبینید 828 متر بلندی، از همه بلندترین بینایه در دنیا چه خیلی گفتم. و در برج خلیفه سمتروای پلاشاتکا هست. 125 اتاژ نرخش 135 درهم سر میشد. بزرگی مثل از وقتی که شما مثلا توجه میبرید، برای اینکه اگر بیگویی باشد در وقتی آفتاب نشستن زکات، در وقتی زکات میگن در اون وقتا قیمت میشه. و بعد اونی که یک دو سال پیش در سنگاپور از 125 اتاژ این برج خلیفه دیده بلندتر سمتروای پلاشاتکا شدن، ات تاپ میگن، و در اینجا باز دیگه شدن بلندتر از این 148 اتاژ
و برآمدن به 148 اتاج برای تماشا نرخش 340 350. دومین جایی که از آنجا خوب فانتن در وقتی که فانتن بازی میکنه دیده میشد این طرفی در آمده سوق البحر می باشد. در اون طرفی برج خلیفه باشد، چه که میگن ناپروتیف برج خلیفه این سوق البحر. دو طابق اولش، دو اتاج اولش این هم مانند دبی مول مرکز سودا ترگوت سنتر و دیگه طابق‌های ماندگیش این آشانه‌های شخصی میباشد. و سومین جایی که برای تماشا کردن فانتن قلای و زیبا هست این دبی بورد والک میگن. این چیزایی که در اینجا گذاشته شده است در درون فانتن. نرخ این 20 درهم اماراتی است، تقریبا 7-8 دلار و شما میتونید بدون که پول سپاریدن اینجا در آمده در اینجا نشسته. اینجا هم جای خیلی رومانسی است برای اینکه با هم شبانه چراغچه های سرخ میمانند در هر جا برای مثلا همراه با اویله برها اومده در اینجا مثلا نشسته تماشا کردن. خیلی جای رومانتیکی هست. و در اینجا چخلی که میبینین لودکا ها هست یا قایقچه ها میگن چخل که کسی اگر خواست میتوند در 80 درم نرخ این لودکا ها برای یک کس 80 درم رو تشکیل میدهد و کسی که خواست میتوند در این لودکا ها نشیند و در وقتی که فانتن بازی میکند این لودکا ها در نزدیکی یگان فانتن می ایستد و شما میتونید از نزدیک فانتن رو مشاهده کنید. چخیلی که میبینین در عقب من این دبی مول و چخیلی که گفته شد دبی مول زیاده از 3 میلیون متر مکعب میباشد و در آن زیاده از 2500 شاپ ها یعنی مغازه ها وجود دارد و در اینجا در دبی مول زیاده بیش از 350 رستوران و قهوه خانه ها و باز هم بسیاری از برندهای جهانی مثل پرادا، چنل، دولچه گابانا، لوئیس ویتون از هم بزرگترین مغازه خود را در دنیا در این دبی مول دارند. فکر میکنم در باید دبی مول جدا عدل ویدیو میکنیم و حاضر باشد رفتیم میبینیم.
بینندگان عزیز و خیلی گرامی، در اینجا ویدیوی من یکمین ویدیوی من به آخر میرسد. اگر این چیز به شما معقول و پسند باشد حتما ابونه شوید در کانال من، پادپیسات کنید و در دوستای و آشناها پادلیست کنید و حتما فکر و رأی خود در پایین ویدیو نویسید و من حتما این چیزا میخوانم. در اینجا با آخر میرسونم و تا بازدید، مع السلامه. بگاه در اینجا بوکینگ داریم در رستوران ترد اوینیو رستوران همش در اینجا بوکینگ داریم و شبانه از اینجا چخیل ویو هست، نمود یا وید از اینجا چخیل است، بعد بگاهی شبانه میبینیم.